برخلاف تصورهای قبلی، روابط پاکستان و افغانستان در 2 سال اخیر نه به طرف بهبودی بلکه هر روز بدتر از دیروز شده است. در این مدت این 2 کشور از اختلافات و درگیری‌های مرزی تا ورود هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی از فضای پاکستان و افغانستان و در این اواخر اخراج دست جمعی مهاجران افغان را تجربه کردند. در حدود 2 ماه گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان را پاکستان به اجبار از کشورش اخراج کرده است. اینجا گذرگاه مرزی ترخم مرز پاکستان و افغانستان است. کمتر مهاجری را دیدم که از پاکستان اخراج شده و از دولت این کشور و پلیسش گلایه نکند. مجبور شدیم همونجا کار ما بود، اشتکای مکتب میخواند. بچه‌ها دخترای ما بود، سامان ما موجا مانده دیگر. روند اخراج دست جمعی مهاجران از پاکستان هنوز ادامه دارد. پاکستان میگوید این مهاجران را در پی بالا رفتن رویدادهای امنیتی در کشورش اخراج میکند. ولی در کابل وزارت دفاع افغانستان حرف دیگری دارد. مسئولان افغانستان اتباع پاکستان و تاجیکستان را مسئول برخی حوادث امنیتی در کشورشان می‌دانند. ما بیش از 20 جنگجوی پاکستانی را در درگیری‌ها کشتیم و صدها جنگجوی دیگرشان را اسیر کردیم. ما از کشورهای همسایه می‌خواهیم مرزهای خود را کنترل کنند تا افراد شرور وارد کشور دیگری نشوند. اما فعلا مهمترین تنش بین پاکستان و افغانستان نه اختلافات مرزی است و نه اخراج مهاجران، بلکه تحریک طالبان پاکستان یا TTP است. پاکستان میگوید اعضای تحریک طالبان پاکستان که علیه دولت این کشور می‌جنگد در افغانستان پناهگاه دارد و از آنجا حملات خود را سازماندهی می‌کند. اکنون در اوج این تنش‌ها با نفوذترین روحانی پاکستان که در نزد حکومت پاکستان و طالبان افغانستانی از احترام برخوردار است، به کابل آمده تا این تنش‌ها را کاهش دهد. طبعا با مسائل زیربط صحبت میشه و بعد از صحبت‌ها امیدوار هستیم که پیغام خوبی از افغانستان ببره و با او طرف شریک شوه. امیدوار هستیم که نتایجش خوب باشه. مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان گفته با ملا هیبت الله رهبر طالبان هم دیدار خواهد کرد. سفر هیئت پاکستانی به افغانستان امیدواری‌های زیادی را ایجاد کرده است تا این هیئت گرهی از تنش‌های موجود بین کابل و اسلام آباد را باز کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما،